سلام علیکم هموطنان و دوستان عزیز. خداوند قادر یکتای خوب به همتا رو شکرانه میگم برای تمام نعمتاش. اما بعد امروز میخوام نظر خدمت درباره انتخابات پارلمانی که در روزهای نزدیک یا انیخترش در اول ماه مارت در جمهوری تاجیکستان برپا میشود، برگزار میشود. نظر خدمت، فکر خدمت یک چند دقیقه به شما بگم. و البته برای شما الکی معلومه چندین سال 27 سال شد در تلویزیون های گویا دولتی هستند. شبکه های تاجیکستان در نظر دارم، ای شبکه یکمش تو آخرش. فقط امروز اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت و در همین شب روز که الکی 20 روز هم نماند، 2 هفته ماند با انتخابات، با رایدهی عمومی خلقی یا که مردمی، باید که در تلویزیون‌ها همیو را رکلام کنن، همیو را نمایش بگذارن، همیو را صحبت بتن، یعنی که نشانشون بتن به مردم که مردم بشناسشون که کدام حزبن، کیان، چی میخواهن، چی وعده ها میتن. اما برعکس ما میبینیم فقط یک حزب، یک شخص رکلام و افراط، تفریح. همین افراطی میگن که یک نفر بسیار تعریف کردی، ای سطح، ای راست او رو خودش بلندش برداشتی، ایره افراطی میگن. همین پیشو پرستو، همین خاکزنا و چاپلوسای ما افراطی هن. موافقی اگر قانون موافقی کتابی بگیریمش. خب نگاه کنید، همین یک حزب، یک شخص رکلام میکنن، تعریف میکنن، نکی بقیه حزب‌هایی که بگن در رقابتن، نامزد دارن، باید که اینا رو هم نشان بتن، اینا رو هم وقت بتن. اما چیکارشون میکنن؟ شاید که همون روزای انگوش شمارده یگان 30 دقیقه 40 دقیقه وقتشون میتن در تلویزیون میبروین صحبت میکنن. در 40 دقیقه او چی میگه، او کی را چی میتونه بفهمونه، بعد از همون تمام با برای 5 سال پس، یعنی با 5 سال پس با یک برگم تاری 40 دقیقه خطی یک بازی، مسخره بازی میگن ایرکو، یک ازدیوت سایی انمی رحمانوف با انمی ملت های. ولی ما یک چیز دیگر هم برای شما برای رسانان دوستای عزیز که همین انتخابات میگن یعنی رایدهی شخصی، یعنی فکریت، رایت، نظریت در خطه، نه که ای تانیت، ای حسابیت اوجا رای بتن کسی را او انتخاب میکنن، تا خواب کنی خاموش بیطرف باشی. نظری خطه، فکری خطه، رای خطه باید خودت بتی و حتما باید بتی. انتخابات شما یک چیز عادی نگیرین و مقصد هم آواز دادن یک امو گالچکایو که امو اوکی دادن نیسته. باید دلشی اهمیت بتی که ایچ کار میکنه. همین 7 حزبی که هسته در تاجیکستان حوزی که باید انتخاب شوند، باید ایرا شما بشناسین، بدونینشون و از بین همین ها معلومه که حزب رحمانوف یک ماشینی که یک دزد غارتگر به سوادی بگیم که دشمنن، یگان قانونی برای فایده مردم نمیبرن. اما ببینید در بر یک حزبی هسته، شما انتخاب کنین از پیش خودتون. همین وکیلا، همین دپوتاتور مردم انتخاب میکنن و باید مردم انتخاب کنن، نه که روی بی‌طرفی ما، بی‌پروایی و غفلتی ما رحمانوف میگیرن، نهیش انتخاب میشن. تمام دیگه ما خواب میکنیم، میگیم این خودش بهتر میدونه که ما با حکومت سیاست چقه نمیشه. اگر با بی‌طرفی و با بی‌پرواییتون باشین، شما میدونید که 5 سال آینده، یعنی 2020 تا 2025 شما موافقی این وکیلا این کاری آسان نیسته، این بی‌پروایی نکنین، این شوخی نیسته. 5 سال قانون برار، میدونین قانون برار این همین وکیلا هن. این همین چی قانونی میبرارن، ما تو امام علی را بد نگیم. امام علی پیشنهاد میکنه یا اوکی آواز میتن، رای میتن، راضی میشن. میدونین بی‌پروایی نکنه که 5 سال تو نختون میسوزونیم. 5 سالی آینده تون در دست همین وکیلا های.
با آخر ما موافق قانون گپ نمیزنیم یا که ایوا طلب نمیکنیم و کاری کلان میکنن دیگه دولت را ببینین وکیلا پارلمان دپوتاتا پرزیدنت گپ زنی نمیمونن کاری خودشون کاری کلانه همین قانونی در سال 2016 برآوردن 23 می ده رفرندوم گذراندن اونم ما خواب کردیم اکثر مردم خواب کرد اون همونجا دام این همی وکیلو امضا کردن که او را دخل ناپذیر برآوردن نمی شیطان اومالی را که چیکاری کنه هیچ حق نداره او را اونجا بگه همه کار حق داره سینی سال پرزیدنتی را 40 آورد به 30 رسون ای 35 میدونی که برای نو حرامیش این همه میره چه قانونی که برای برق باشه برای آب باشه برای نمیدونم راه باشه خونه باشه برای حتی اینترنت برای چه قانونی نباشه وکیلا امضاش میکنن میدونی که تو مچای ساوز میچخن که ما راضییم اینو در این همی وقتی انتخابات شما را رکلام میکنن وعده های خالی میتن بعد از این انتخابات که گذشت دیگه شما یا را نمیشناسین نمیبینین نمیدونین با 5 سال پس با همین کار آخی 2000 2005 2010 2015 یا 2020 همین نمود رفته است برای همین ما یک پیشنهاد دیگه هم میکنم که نفرای مثل ژورنالیستا مستقل باشن ای تاجیکستان بیرون باشن یک انتخابات شفافی تازه پاکی آنلاینی بگذرانن این نظر مای در همون 7 حزب مونن نفرایی که از خارج تاجیکستان داخلن ببینیم که چقدر آواز با کدام حزب میروه یعنی مردم کدام حزب انتخاب میکنن این 7 حزب باید انتخاب کنیم گفتم که کسی که از یا یگان تاش قبول نداره بگذار تا یک نفر بگیرین پیشواش اعلان میکنین یا که یگان وکیل دپوتات ارزنده و بگیم شایستش میفهمین همون را پیشنهاد کنین که در پارلمان همون جا بگیره ایده حق دارین مردمی تاجیکستان شما حق دارین همیا در بالای سر شما خوجینی میکنن رئیسی میکنن کماندوان میکنن شما بی‌طرف میستین و پروا دارن نبرد شما یک دستگل بر رحمان افتادین وقتی که بی‌طرف میستین بی پرواگی و خطون قفو میکشین باید یه دشمنو را ما راه نتین انشاءالله با در روزهای نزدیک صحبت درباره انتخابات دوام میتیم خداوند مهربان نگهبان ما و شما باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته